ارتباط مرموز میان طبیعت و بدن انسان، کاری مشترک از سرزمین رویایی لالالند و دکتر سریزدی. مام طبیعت آفریننده شگفتی هایی در زندگی آدمه. بعد نیز یه نگاهی به این ارتباط شگفت‌انگیز میان طبیعت و بدنمون بندازیم. گردو و مغز. گردو باعث بهبود عملکرد مغز و حافظه میشه. بادام و چشم‌ها. ویتامین ای موجود در بادام از پیرچشمی جلوگیری میکنه. هویج و چشم‌ها. بهبود عملکرد شبکیه و بقیه چشم حاصل ویتامین آی موجود در هویجه. گشنیز و موها. راز سلامتی پوست سر در مصرف مناسب ریزمغذی‌های مورد نیاز فولیکول‌های موهاست. نقش گشنیز در قوی‌سازی ریشه موها و پیشگیری از ریزش مو فوق‌العاده است. موز و لبخند. موز به خاطر داشتن ویتامین B9 شنگولتون میکنه و آکافولات اون موجب افزایش سروتونین میشه که یک ماده ضد افسردگی است. قارچ و گوش‌ها. ویتامین دی موجود در قارچ برای استخوان‌ها بسیار سودمنده، مخصوصاً 3 تا استخوان کوچیک گوش میانی که وظیفه انتقال صدا به مغز رو عهده‌دار هستند. سیر و قلب. سیر واسه قلب و گردش خون کاربری زیادی داره و از بیماری‌های قلبی عروقی جلوگیری میکنه. گوجه و قلب. لیکوپن موجود در گوجه تریگلیسیرید و کلسترول بد خون رو کاهش میده و در نتیجه باعث کاهش خطر سکته میشه. انگور و ریه ها. انگور خیلی شبیه کیسه هوایی ریه هاست. ثابت شده که رژیم غذایی حاوی مقادیر زیاد انگور تازه میتونه خطر سرطان ریه و آمفیزم رو کم کنه. کرفس و استخوان ها. اثر ویژه کرفس روی سختی استخوان هاست که با داشتن مقادیر زیادی سدیم نیاز استخوان ها به این ماده رو تأمین میکنه. سیب و پستان. سیب منبع غنی فیبر و فیتوکمیکال هاست که خطر سرطان سینه رو کاهش میده. انار و پستان. انار به رژیم های غذایی پیشگیری از سرطان سینه طعم لذت و سلامت میبخشه. گلابی و کبد. وجه شاخصه گلابی داشتن پکتین هست که در هضم چربی و کلسترول به کبد کمک میکنه. سیب زمینی شیرین و لوزالمعده. سیب زمینی شیرین با تقویت عملکرد لوزالمعده مرتبطه و تا 50% خطر سرطان لوزالمعده رو کاهش میده. زنجبیل و دستگاه گوارش. زنجبیل در تسکین ناراحتی و درد معده به شدت مؤثره. لوبیا قرمز و کلیه. علاقمندان به داشتن کلیه‌های سالم باید بدونن که اضافه نمودن لوبیا قرمز به رژیم غذاییشون تأثیر شگفت‌انگیزی در سلامت همه جانبی کلیه‌ها بر جای خواهد گذاشت. آووکادو و رحم. آووکادو خیلی شبیه رحم و دهانی اون هست و غذای عالی برای باربری است. زیتون و تخمدان. ثابت شده که چربی‌های سالم، ویتامین‌ها و املاح موجود در زیتون موجب کاهش ابتلا به سرطان تخمدان میشه. انجیر و باروری. یونانیان باستان معتقد بودن که انجیر میتونه قدرت زایش رو زیاد کنه. خب حرفشون درسته. آهن موجود در انجیر واسه تخمک گذاری و سلامت تخمک لازمه. انجیر تحرک و تعداد اسپرم ها در آقایون رو هم افزایش میده که باعث میشه بر مشکل عقیمی فائق بیان. بامیه و استخوان ها. بامیه با داشتن مقادیر زیادی ویتامین K واسه استخوان ها خیلی سودمنده و موجب جذب کلسیم و پیشگیری از پوکی استخوان میشه. پیاز و سلول ها. پیاز با داشتن فیبر و اسید فولیک در ساخت سلول های سالم و جدید به بدن کمک میکنه. سیب زمینی و پوست. مالیدن خمیر سیب زمینی به پوست معجزه میکنه. جوی دوسر و پوست. جوی دوسر در تخصص پوست کاربرد عملی برای درمان اگزما و خشکی پوست داره و سلامت کامل پوست رو سبب میشه. خوراکی های سفید و کلسیم. گیاهخواران باید خوراکی های سفید رنگ رو دریابند. کلم بروکلی و سرطان. اجزای ریز روی کلم بروکلی از نگاهی نزدیک خیلی شبیه سلول های سرطانی هستند. بنا به یافته پژوهشگران مصرف هفتگی کلم بروکلی کافی است تا خطر ابتلا به سرطان پروستات تا 45% کاهش پیدا کنه. جینسینگ و سلامت کلی بدن. جینسینگ شبیه هیکل آدمه و درمانی کلی برای همه بیماری هاست. مصرف منظم این ریشه به خصوص ذهن رو پر انرژی و دقیق می‌سازه.